سلام بچه ها، خوش اومدید به چنل یوتیوب من. اگه من رو نمیشناسید فعلا در همین حد بدونید که اسم من مهشیده و اینجا چنل یوتیوب ماست. همونطوری که از تایتل ویدیو معلومه، این یه ویدیو معرفی و بیوگرافی از منه. تقریبا تمام سوالایی که باید جواب بدم و اینجا براتون دارم و روی ورقم دارم چون که یادم میرفت و خب قرار یک بیوگرافی از من داشته باشید. قهوه هاتون رو بردارید و let's go. 2 hours later. سوال اول، اسم من مهشیده و چرا منشید؟ مهشید توی فارسی یکی از اسمهای فارسی باستانه به معنی ماه و خورشید. منشید اسم بین المللیه. مهشیده که خودم درستش کردم. مون یعنی ماه، شید توی فارسی باستان یعنی خورشید. منشید یعنی ماه و خورشید، یعنی معنی همون اسمم. توی کره این یه اسمیه که مون به عنوان فامیلی محسوب میشه و توی کشور انگلیسی زبان هم اسم محسوب میشه این اسم. به خاطر همین منشید. من 17 سالمه که تقریبا بایستید حساب کنم 5 ماه، کمتر از 5 ماه دیگه میرم تو 18 سال. رشتم گرافیکه. دانشگاه تصمیم داشتم سینما بخونم، همین الانم دارم و خب هر اتفاقی ممکنه بیفته. قدم 1.65 و 47 کیلوام، 47-48. رنگ مورد علاقم همونطوری از کاور ویدیو اول معلومه آبیه. اگه میتونستم انتخاب دیگه‌ای به جز گرافیک داشته باشم چه کاری رو انتخاب میکردم؟ اگه میتونستم یک انتخاب دیگه به جز گرافیک داشته باشم و اوضاع از این بهتر بود، یعنی میتونستیم توی کشور مثلا راحت تر باشیم، قطعا من پلیسی انتخاب میکردم. انرژی زنانت کجاست دختر؟ پلیسی انتخاب میکردم، اونم از این پلیسایی که میرن ماموریت و فلان و اینا. حیات خوبه. نوشتید که غذای مورد علاقت. بچه من سنگم بهم بدید میخورم، یعنی واقعا سنگم میخورم. غذای مورد علاقه یه جورایی بچه بودم داشتم ولی جدیدن ندارم، واقعا سنگم میخورم. ولی خب یه جورایی ماکارونی، نودل، این غذا رو خیلی دوست دارم. کشور مورد علاقت. کشور مورد علاقم کشوری زیادی دوست دارم سفر کنم، ولی کشوری که برای زندگی و مهاجرت باشه اسپانیا و کره. واقعا نوشتن که چطوری انقدر میتونی فوتبالی باشی. بچه این جریان داره. من وقتی بچه بودم، از همون وقتی که بچه بودم در واقع، تو کوچه هم حتی که بازی میکردیم با پسر رو بازی میکردم، یعنی فوتبال بازی میکردم، دزد و پلیس بازی میکردم. از همون موقع عاشق فوتبال بودم و همیشه موام پسرانه بود. یه برهه خیلی کوتاهی از کلاس 6 فکر کنم تا آخر کلاس 9 من موام بلند شد و بعدش دوباره اینجوری بودم که از اینجا کوتاش کردم خودم و مامانم 3 روز با من حرف نزد. سوالای پرسیدیم. ماشین مورد علاقت BMW i9 خیلی دوستش دارم. سری ماشینای برقیه و خب خیلی زیاد دوستش دارم. دیدید که خونه مورد علاقت. خونه مورد علاقم اگه از لحاظ بزرگی و کوچیکی منظورتونه که واقعا چیزی تو نظرم نیست، ولی جدیدن از این سبک خونه ها که اینجا عکسشو براتون میذارم خیلی خوشم میاد. من ورزش های مورد علاقم که اول شناه، بعد والیبال انجام میدادم، پیلاتس، یوگا، بدنسازی، کیک بوکس، همه اینا رو انجام میدم. ولی والیبال رو خورد تو ذوقم و این لباسم اولین لباسی که داشتم خورد تو ذوقم و والیبال رو کلا کنار گذاشتم. حالا مثلا تفریحی تو پارک با بچه‌ها بازی میکنم ولی دیگه کلا تخصصی دنبالش نمیرم. هدفت برای آینده. از لحاظ من اگه الان بتونید درست زندگی کنین لازم نیست به فکر آینده باشید. اگه الان تو بسازی، همین 1 دقیقه بعد همین حرفی که دارم میزنم این آینده منه. یعنی همین کاری که داری الان انجام میدی 1 ساعت بعدت آیندهته. اگه تو هدف داشته باشی برای 1 ساعت دیگه این آینده توه. یعنی تو الان تو خراب نکن برای یه چیزی به اسم آینده. و از نظر من آینده یه چیزیه که ساختن که گولت بزنن که
تو ذهنت فرو کنن که اوکی آینده و الان تو بیخیال شو. این یه چیز خیلی کوتاهه که اگه خواستید راجبش ویدیو درست کنم حتما توی کامنت ها بهم بگید. از سرگرمی‌های مورد علاقت کاری که انجام میدی، خیلی کار زیادی انجام میدم، از تمیزی خونه گرفته تا همه کاری، ولی سرگرمی مورد علاقم نقاشی کشیدن، کتاب خوندن، دوبلوری، تمرین بازیگری، غذا پختن، کیک پختن، بیرون رفتن با دوستام، اینا هم سرگرمی مورد علاقمه. چرا قهوه با مونی؟ گفتین قهوه یکم دیگه بخورم. توی ویدیو قبلی در موردش کامل حرف زدم و الان یه خلاصه براتون میگم. نوشیدنی مورد علاقه من قهوه است و حداقل روزی 2 لیوان قهوه میخورم و از اونجایی که رنگ مورد علاقه‌ام آبیه، تایتل ویدیو اول آبیه و مونی خلاصه اسممه. روی تایتل ویدیوام گذاشتم. از قیافمون معلومه. چند تا از کارهایی که امسال قرار انجام بدی بچه من نمیبینم، یعنی واقعا ببخشید عینک نزنم نمیبینم. چند تا از کارهایی که امسال میخوام انجام بدم، 2 تاشو براتون میگم. اول این که باید امسال گواهینامه بگیرم، دوم این که خوب درس بخونم چون سال آخرم. بچه‌ها یه سوالی هست نوشتین که دوست دارم چه ویدیویی تولید کنم برای ادامه ویدیو. خیلی ایده توی ذهنمه و از اونجایی که ADHD دارم نمیتونم همشو خیلی مو به مو و دونه دونه براتون بگم. همونجوری که از حرف زدنم و سوالا رو گفتم یه خلاصه بخوام بهتون بگم که خیلی ایده دارم، یعنی از مسافرتایی که قراره برم براتون ویدیو میذارم، از کارهای دیلیم براتون ویدیو میذارم، از اینکه راجع به آینده قراره حرف بزنیم و برنامه‌ریزی‌های چه درسی، چه زندگی، چه لایف استایلی براتون ویدیو میذارم. در مورد فوتبال قراره صحبت کنیم که چه اتفاقایی افتاد، در مورد مد و فشن قراره صحبت کنیم و هر سوالی و هر چیزی که شما بخواید در موردش یه چیزی یاد بگیرید اگه ازم بپرسین واقعا میتونم براتون ویدیو در موردش بسازم و ویدیو براتون آپلود میکنم. در مورد تایتل ویدیو هم توی ویدیو قبلی براتون حرف زدم و بهتون گفتم چرا. خب اینم از ویدیو امروز و فکر کنم کامل همه چیزو جواب دادم. یه سوالو یادم رفته جواب بدم. نوشته اهل کجایی؟ من اصالتا کردم و قطعا کرمانشاه هم زندگی میکنم الان، ولی هیچی قطعی نیست که بعداً کجا بریم، ولی الان در حال حاضر کرمانشاه. خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز. اگه هر سوالی دارید، هر چیزی که میخواید راجبش بدونید، همونطوری که بهتون گفتم حتما توی کامنت ها بهم بگید، در موردش براتون ویدیو میسازم. چنل خودتونه، دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید، کامنت بزنید، هر کاری که دوست دارید. اینجا چنل من شماست که یه قهوه برداریم بیایم بشینیم با هم غیبت کنیم. هر حرفی که دارید توی کامنت ها بهم بزنید و مطمئن باشید من کمتر از یعنی 1 روز جوابتون رو میدم. مطمئن باشید. خیلی دوستتون دارم. بوس به دخترا، دست به پسرا. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ. بچه‌ها اگه سابسکرایب کنید خیلی به من کمک میکنید. اگه دوست ندارید که نمیخوام مجبورتون کنم، ولی اگه سابسکرایب کنید خیلی خوشحال میشم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.